قبل از اینکه اجرای گروه شروع شه رفتم روی سنگ که تصویر رو یه چک بکنم. هنوز نرسیده بودم که یهو وایسادم. صحنه رو که دیدم مو به تنم سیخ شد. یه اجرای کلاسیک فوق‌العاده جلوی چشام بود و من توی دلشون بودم. نوازنده ها داشتن آخرین لحظه‌های تمرینشون رو رد می‌کردن. به خاطر محدودیت زمان مجید رضادوست سرپرست گروه مجبور شد سریع یه سری تغییرات توی قطعاتش بده و جوری مدیریت کرد که انگار از قبل براش آماده بود. تغییرات انجام شد. نوازنده ها یه جمع‌بندی کوچیک با هم کردن و بعد راهی سن شدن برای اجرا. همه چی خوب بود تا اینکه دیدم شرایط سن اصلا برای من فیلم بردار مناسب نیست. نتونستم برم بالا. سریع مجبور شدم از سن بیام پایین و برم داخل سالن. ولی نمیدونستم کدوم طبقه باید برم. یه ذره استرس گرفتم. از هماهنگ کننده گروه کمک خواستم. اونم فوری من رسون به سالن اصلی. تو همون چند ثانیه بهترین زاویه رو برای تصویر انتخاب کردم. گروه یکی یکی قطعات رو اجرا کرد. توی ذهن مخاطبش می‌بینی. و وقتی قطعه آخر تموم شد سالن ترکید از تشویق طولانی از اونایی که حال آدم رو واقعا خوب میکنه. راستش یه حس عجیبی داشتم. دوستان که روی سن میدیدم و میفهمیدم چقدر برای هنر خودشون ارزش قائلن، باور کن کیف میکردم، چون کاملا برعکس چیزیه که توی ایران عادت کردیم ببینیم. اینجا واقعا هنر رو میفهمیدن و بهش احترام میذاشتن. بعد از اجرا نوازنده ها دور هم جمع شده بودن، داشتن حرف میزدن که یهو دوباره صداشون کردن برای اجرای اختتامیه. این لحظه واقعا فوق‌العاده بود. همه گروه های کشورهای مختلف کنار هم با ارکستر قطعه مشترک زدن. دیدنش لذت داشت. از اون صحنه‌هایی که شاید فقط یه بار دیده